موسی هزاره ژنرال 5 ستاره 12 مارچ برابر با 21 هود مصادف با 32مین سال روز درگذشت محمد موسی خان مشهور به ژنرال موسی هزاره فرمانده سابق ارتش پاکستان است. پدرش سردار یزدان بخش خان معروف به یزدان خان در سال 1890 میلادی برابر با 1268 خورشیدی به علت جور و ستم عبدالرحمن خان از افغانستان به بلوچستان هند بریتانیایی مهاجرت کرد و در شهر کویته ساکن شد. موسی خان در 20 اکتبر 1908 برابر با 28 میزان 1287 خورشیدی در شهر کویته متولد شد و در همین شهر رشد و نمو یافت. وی تحصیلات متوسط خود را در لیسه سندیمن که توسط دولت هند بریتانیایی اداره میشد به پایان رساند و در سال 1926 به عنوان یک سرباز به هنگ راند پیشگامان هزاره یا هزاره پینر پیوست. هنگ پیشگامان هزاره اساساً بخش از سپاه مهندسی ارتش هند بریتانیایی بود که مسئولیت ساخت و نگهداری جاده ها، خطوط راه آهن و تأسیسات عمومی را در عهده داشت. موسی خان در همین ایام استعداد، توانایی و لیاقت خود را نشان داد و روز به روز بر مقام و جایگاه او در بین نظامیان هند بریتانیایی افزوده شد. او در سال 1927 با خانم گلشاه ازدواج کرد که بعداً از او دارای 6 فرزند به اسامی اسماعیل، ابراهیم، حسن، عزرا، مریم و زینب شد. این پیوند نه تنها پیشرفت موسی خان را متوقف نکرد بلکه به حرکت او سرعت داد. لذا موسی خان در سال 1932 از جمله 40 افسر محلی بود که وارد تشکیلات افسران ارتش بریتانیا شد. این موفقیت شرایط تحصیلات عالی را برای موسی خان فراهم کرد و او از این طریق در اکادمی نظامی دهرادون آموزش دید و در سال 1935 فارغ التحصیل شد. شهرت و پیشرفت موسی خان باعث گردید که توسط ارتش هند بریتانیایی در سال 1938 تا 1941 در زمان جنگ جهانی دوم به جبهه‌های برما و شمال افریقا اعزام شود. او طی این مأموریت به دلیل نشان دادن توانایی و شجاعت از خود نشان امپراتوری بریتانیا را دریافت کرد. پیشرفت موسی خان پس از جدایی پاکستان از هند در سال 1947 میلادی ادامه یافت. او توسط دولت نوپای پاکستان در سال 1951 میلادی به عنوان سرلشکر به فرمانده پاکستان شرقی یا بنگلادش منصوب شد. موسی خان با لیاقتی که از خود در اداره بنگلادش نشان داد در سال 1957 به درجه ژنرالی ارتقا یافت و همزمان با این به ریاست ستاد ارتش پاکستان منصوب شد. او یک سال بعد در 27 اکتبر 1958 به درجه فیلد مارشالی که معادل ژنرال 5 ستاره در ارتش آمریکاست ارتقا یافت و در جایگاه فرماندهی کل نیروهای مسلح پاکستان تکیه زد. سخت‌ترین مرحله در زندگی نظامی ژنرال موسی خان درگیری بین هند و پاکستان در سال 1965 میلادی بود که با ابتکار از پیشروی نظامیان هندی به عمق خاک پاکستان جلوگیری شد. ژنرال موسی خان در 2 کتاب خود که با نام جوان تو ژنرال یعنی ژنرال جوان و دیگر مانی ورژن یعنی طرح و نسخه من نام دارد موفقیت‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را شرح داد. این ژنرال شجاع اندکی پس از نبرد 1965 در سال 1966 بازنشسته شد. اما ایوب خان رئیس جمهور سابق پاکستان وی را به عنوان فرماندار کل پاکستان غربی و پاکستان فعلی تعیین کرد. او تا سال 1969 میلادی در همین سمت حضور داشت و پس آن مسئولیت‌های دولتی را نپذیرفت تا اینکه در دسامبر 1985 توسط ضیاءالحق رئیس جمهور نظامی پاکستان به عنوان فرماندار بلوچستان منصوب شد و تا آخر عمر در همین سمت باقی ماند. رجوع و توجه ضیاءالحق به موسی خان هم ماجرایی دارد. در 6 ژوئیه 1985 بین هزاره‌های شهر کویته و پلیس بر سر مطالبات شیعیان و هزارها درگیری خونینی در منطقه علمدار رخ داد که جان ده‌ها غیر نظامی و پلیس را گرفت. ارتش پاکستان متعاقب این درگیری دولت نظامی در کویته اعلام کرد و این وضعیت تا چند روز ادامه داشت. سرانجام ژنرال موسی خان وارد ماجرا شد و با میانجیگری بین دولت و مردم مشکل را حل کرد.
این گونه بود که ضیاءالحق پیش از پیش متوجه توانایی و ظرفیت جنرال موسی خان شد و او را به عنوان گورنر یا فرماندار سراسر ایالت بلوچستان تعیین کرد. خدماتی که موسی خان نزدیک به نیم قرن برای پاکستان انجام داد حداقل 10 نشان و مدال افتخار مانند هلال امتیاز، نشان لیاقت، هلال شجاعت، نشان ملی پاکستان و هلال قائد اعظم را برای او به ارمغان آورد. این جنرال 5 ستاره افزون بر زبان فارسی که زبان مادریش بود به انگلیسی و اردو هم مسلط بود و به زبانهای سیندی، پنجابی، پشتو و بلوچی هم بیگانه نبود. جدا از فعالیت‌های نظامی محمد موسی خان، او سیاستمدار برجسته و ورزشکار ماهری در رشته هاکی و مدتی رئیس فدراسیون هاکی پاکستان هم بود. اما سیاست، ورزش و روحیه نظامگری او به شدت تحت تاثیر عقاید مذهبیش قرار داشت. موسی خان از لحاظ تسلسل 4مین فرمانده ارتش پاکستان، اما از نگاه پابندی به عقاید دینی و مذهبی اولین فرمانده ارتش پاکستان بود. او در تمام حال و در همه جا طبق فقه جعفری عمل میکرد که تنها در مأموریت‌های خود التزام به انجام و اجبار داشت، بلکه حد المقدور مستحبات را نیز به جا می آورد. موسی خان از معدود نظامیان و حاکمان پاکستان بود که به خوش اخلاقی، تواضع و دوری اسب ساز شهرت داشت. 12 مارچ 1991 برابر با 21 اسفند 1369 خورشیدی آخرین روز زندگی جنرال محمد موسی خان هزاره بود. او در همین روز در سن 83 سالگی در شهر کویت مرکز ایالت بلوچستان درگذشت، اما متاسفانه جنازه او به گونه ساختگی به دستور ایران از طریق ملاهای روز از پاکستان در مشهد ایران منتقل شد. گفته می شود که نظام جمهوریت می دانست که اگر قبر جنرال موسی خان در پاکستان باشد هزارها را ریشه در پاکستان کرده و بنابراین متابعت هزارها از دولت ایران مشکل ساز می شود و از این سو دیگر با انتقال جنازه جنرال موسی می توانست ریشه تاریخی هزارها را از پاکستان برچیند و بخشکاند. به این اساس دسیسه چیدند که ملاهای وقت را دستور دادند تا جنازه موسی خان هزاره را از پاکستان بردارند و در قبرستان مشهد به خاک بسپارند. با این کار ایران منکران آنها دیگر یاد از جنرال موسی در پاکستان نمی شود، نه تنها یاد آن جنرال از خاطره های پاکستان می رود که ریشه هزاره برای همیشه در پاکستان خشکانده می شود و اعتبار دولت پاکستان نسبت به هزارها کاملا از بین می رود، چون می داند هر قدر فرصت و اقتدار برای هزارها در پاکستان داده شود ولی ریشه آن مردم از ایران آب می خورد. به این اساس اکنون هزارها در اردوی پاکستان موقف آنچنانی که باید داشته باشد ندارند. هر روز شاهد کشتار و قتل عام هزارها در کویت پاکستان هستیم. آنچه که نتیجه میگیریم این است که با انتقال جنازه جنرال 5 ستاره به مشهد برای همیشه دستور و با دسته‌سازی وصیت‌نامه جعلی توسط ملاها بیخ و بون هزارها در پاکستان خشکانده شد. این است که هزارها همیشه در سیاست برون مرزی و درون مرزی بازنده است و همیشه قربانی پالیسی های مذهبی ایران با ابزار درونی هزارها بران ملاها شده و می شود. دنیای سپاس از اینکه تا آخر این ویدیو با ما بودین.